فصل دوم. خوش باشد. خوش باشد، تلاش کنید، پول از راه می رسد. وقت را بیهوده صرف نکنید، از فرصت ها بهره بگیرید، نگاه مثبت به زندگی داشته باشید. وقتی حالتان خوش نیست، کار دیگری را انجام دهید. من در مقاله های مختلف خواندم که دست به هر کاری که بزنم طلا می شود. با آنکه هر فرد درست نیست، منکری آن نیستم که موفق بودم و در کار تجارت به دستاوردهای بزرگ رسیدم. رانندگان تاکسی، روزنامه‌نگاران، مصاحبه کنندگان رادیو بیشتر میپرسند راز موفقیتم در چیست و چگونه کسب درآمد میکنم. در واقع آنچه آنها میخواهند بدانند این است که چگونه میتوانند ایجاد درآمد کنند. همه میخواهند میلیونر شوند. همیشه با آنها یک جواب میدهم: من رمز و راز ندارم. در تجارت قاعده مخصوصی وجود ندارد. من صرفاً زیاد کار میکنم. همیشه همین گونه بوده است. من باور دارم که میتوانم کار انجام دهم و از همه اینها مهمتر سعی میکنم خوش باشم. من صمیمانه معتقدم که کار با تفریح باید همراه باشد. منظورم این است که باید از زندگی لذت برد. کار کردن و نگران بودن و استرس داشتن هرگز جالب نیست. دلیلی نمی بینم که در هر لحظه بیداری کار کنم و دلیلی نمی بینم که از شدت کار کردن بی‌حال و فرسوده شوم. تفریح کردن و از زندگی لذت بردن به انسان تراوت می بخشد. در سطح فیزیکی و معنوی ما را بانشاد می کند. این که بدانیم چگونه بخندیم، چگونه عشق بورزیم و چگونه قدر دیگر را بدانیم موضوع زندگی است. به این گفته یک مصری عهد باستان توجه کنید: آنی که تمام مدت روز کار می کند کمبخت است. آنی که همه روز را تفریح می کند از عهده پرداخت خزینه هایش بر نمی آید. و آن کماندار به هدف می زند و آن دریانورد به ساحل می رسد که مهارت های مختلف داشته باشد و بداند چی زمان کار کند، چی زمان استراحت کند و در آرامش به سر ببرد. وقتی قرار شد با یک کره هوایی گرم به اکناف دنیا سفر کنم، سفری که می دانستم بسیار خطرناک است و ممکن است از آن به سلامت باز نگردم، خواستم به فرزندانم نصیحتی واقعی کرده باشم، مطلبی که بتوانند در سالهای دراز پیش رویشان از آن استفاده کنند. قبل از شروع سفر برای سیم و هالی نامه نوشتم: با تمام وجود زندگی کنید، از هر لحظه زندگیتان لذت ببرید، مادرتان را دوست بدارید و مراقب او باشید. این کلمه ها باورها و اعتقادات مرا خلاصه می کنند. وقت را تلف نکنید، خوش باشید، خانواده‌تان را دوست بدارید. همانطور که متوجه شدید کسب درآمد در این فهرست نیست. هدف من ثروتمند شدن نبود. من دنبال زندگی خوش و حرکت در زندگی بودم و هنوز هم اینها را می خواهم. من منکری آن نیستم که پول مهم است. ما زن و مرد غارنشین نیستیم که بتوانیم با ریشه گیاهان و توت‌های جنگلی زندگی کنیم. اگرچه ممکن است یک آرمانگرا این حرف مرا نپسندد. ما در عصر زندگی میکنیم که برای ادامه و بقای زندگی خود به پول احتیاج داریم. من یک بار گفتم که در زندگی به یک صبحانه، به یک نهاری و به یک شام احتیاج دارم و هنوزم همین حرف را میزنم. من هرگز برای پول برای تجارت نرفتم، اما به این نتیجه رسیدم که اگر شادی و تفریح بخواهم، پول خود به خود از راه میرسد. من بیشتر از خودم میپرسم: آیا کارم لذت بخش است؟ آیا مرا شاد می کند؟ من معتقدم پاسخ به این سوالات مهمتر از شهرت و کسب درآمد است. اگر کسی نخواهد از زندگی لذت ببرد، از او می پرسم: برای چی؟ من اگر از کار لذت نبرم، آن کار را انجام نمی دهم. ممکن است بپرسید از کجا می دانم لذت
و شادی انجام یافته به پول و ثروت می شوند؟ جوابم این است که این را نمی دانم. من فقط می توانم زندگی خود را به عنوان نمونه مطرح سازم. موفقیت همیشه به دست نمی آید. من فراز و نشیبی بسیار داشتم و البته همه روز را به تفریح و لذت پشت سر نمی گذارم. این هم به شکل کسالت آور است. قرار گرفتن در آرامیدگی خوب است. داشتن تعطیلات بسیار مهم است، اما حرف من این است که انسان باید از کاری که می کند لذت ببرد. مهم نیست چی کار، هر کار باید رضایت بخش و الهام بخش باشد. بسیاری از تلاش‌های ما بی اثر و بی هدف هستند. من به حرکت یک نواخت اعتقاد دارم. من به هماهنگی اعتقاد دارم. من در مجموع بسیار خوشبخت بودم که به این موقعیت رسیدم. من تا جایی که به یاد دارم تفریح کردم و تحصیل و آموزش کردم. اولین مؤسسه تجارتی من موفقیت آمیز نبود، اما من از آن درس گرفتم. در یک عید پسخ که حدوداً 9 ساله بودم به مکتب رفته بودم. برنامه بزرگی به ذهنم خطور کرد. به فکرم رسید درخت کریسمس پرورش دهم. همه درخت کریسمس می‌خواستند و بنابراین منطقی می‌نمود که فکر کنم فروش درخت کریسمس درآمدی نقدی ایجاد می‌کند. از آن مهمتر این درخت‌ها خودشان رشد می‌کنند. از این رو 400 دانه نهال کریسمس سفارش دادم و به اتفاق دوستم نیک پاول آنها را در خانه کاشتیم. از این کارمان لذت بردیم. تنها کاری که باید میکردیم این بود که 18 ماه انتظار شویم تا نهالها به درخت کریسمس تبدیل شوند. من حتی در کودکی برنامه‌های دراز مدت داشتم. اولین درسی که یاد گرفتم استفاده از ریاضیات بود. در مکتب جمع کردن رقم‌ها را خوب نمی‌دانستم. روی کاغذ عددها معنا و مفهوم نداشتند. وقتی درختای کریسمس را برنامه ریزی کردم متوجه شدم که اگر هزینه هر نهال کریسمس 5 فونت باشد و من هر درخت را 2 فونت بفروشم 795 فونت فایده میکنم. مبلغی چشمگیر بود و ارزش آن را داشت که برایش صبر کنم. درس دومی که آموختم این بود که پول علف خرس نیست. متاسفانه خرگوش‌ها هم بذرهای نهال‌ها را خوردند. ما هم از خرگوش‌ها انتقام گرفتیم و شروع به تیراندازی به آنها کردیم. هر خرگوش به قیمت 1 شیلینگ به قصاب محلی فروختیم. فایده کمی نصیب ما شد. همین ما بغیر از خرگوش‌ها چیز نصیبمان شد. شما هرگز نمی‌دانید که یک روز تعطیل آفتابی در ساحل دریای صاحب یک جزیره و یک شرکت هواپیمایی شدم. این همه تصادفاً اتفاق افتاد. سال 1976 به شدت درگیری ایجاد ویرجین موزیک بودم. به شدت کار میکردیم اما تفریح هم داشتیم. خوش میگذشت. آلبوم موفقی تهیه کردیم و فروش ما بالا رفت. دشواری کار ما این بود که مایک اولدفیلد همکارم خجالتی تر از آن بود که برای آلبوم ما تبلیغ کند، اما تسلیم نشدیم. بجای آن راه حل پیدا کردیم. ویدیوی تهیه کردیم و آن را در تلویزیون پخش کردیم. گروه‌های مانندی The Butlers ویدیوهای موسیقی تهیه کرده بودند. نوار ویدیویی بسیار موفق شد. فروشمان در سطح جهانی بسیار موفق شده بود. ویرجین موزیک یک شب فراگیر شد، اما با آنکه موفق بودیم لحظه از پیدا کردن صداهای جدید و استعدادهای نو غفلت نکردیم. همیشه سعی میکنم در زمستانها از کشور انگلیس فاصله بگیرم. موسیقی، خورشید و دریا به من احساس خوب میدهند. دور شدن از لندن به من فضا و آزادی میدهد که فکر کنم و ایده های تازه پیدا نمایم. در آن زمستان و پایان سال 1977 من و نامزدم جوان از هم جدا شده بودیم. این برای من خیلی دشوار بود. من غمگین بودم، اما میخواستم در بهترین حد خود ظاهر شوم. احساس کردم بیش از هر زمان به تعطیلات و مرخصی احتیاج دارم. به یامایکا رفتم تا گروه‌های موسیقی را پیدا کنم و با آنها قرارداد ببندم. با خود یک چمدان پر از پول کاغذی بردم، زیرا نوازنده ها و خواننده های موسیقی در یامایکا چک قبول نمی کنند. طی روز در آب گرم دریا شنا می کردم.
و شبها در کلوب‌ها و رستوران‌ها به صدای موسیقی گروه‌ها گوش می‌دادم. وقتی موسیقی جدید می‌شنیدم، بلافاصله درباره آن یادداشت برداری می‌کردم. هنوز در یامایکا بودم که ناگهان جوان به من زنگ زد و پرسید: می‌توانی مرا در نیویورک ملاقات کنی؟ من تعجب کردم. در نیویورک با هم اوقات خوشی داشتیم. دلمان می‌خواست فرار کنیم و همیشه تنها باشیم. در یک مهمانی کسی از من پرسید آیا اسمی ویرجین را از روی جزیره ویرجین انتخاب کردم؟ ما اسم شرکتمان را از آن جهت ویرجین گذاشته بودیم که در آن زمان در کار تجارتی بی تجربه بودیم، اما هرگز به جزیره های ویرجین سفر نکرده بودیم. ناگهان به نظرم رسید که آنجا باید مکان بسیار عاشقانه و رمانتیکی برای من و جوان باشد. ما در تنهایی بسیار خوشحال بودیم. همه پولم را صرف بستن قرارداد با نوازندگان و خوانندگان یامایکایی کرده بودم. اما شنیده بودم اگر بخواهید مالکیت در منطقه کریب بخرید، هم منطقه را به شما نشان می‌دهند رایگان بدون پول. و یک بنگاه معاملات املاک در جزیره ویرجین زنگ زدم. گفتم من یک شرکتی تهیه نوارهای موسیقی دارم و می‌خواهم جزیره بخرم تا در سایه سکوتی آن نوارهای موسیقیم را ثبت کنم. بنگاهدار دقیقاً آنطور که من دوست می داشتم جواب داد: لطفاً به عنوان مهمان ما به اینجا بیایید. ما جزیره های دوست داشتنی فراوان برای فروش داریم، آنها را به شما نشان می دهیم. من و جان به جزیره ویرجین پرواز کردیم. با ما مانند افراد بزرگ برخورد کردند. یک اتومبیل بزرگ برای بردن ما به فرودگاه فرستادند و ما را به یک خانه زیبا که حوض داشت و رو به دریا بود بردند. ویلا آنچه را که ما می‌خواستیم داشت. آن شب در حالی که شنا می‌کردیم و به آسمان پرستاره خیره شده بودیم، احساس می‌کردیم به بهشت رفتیم. احساس می‌کردم چقدر دوست می‌دارم جزیره برای خودم بخرم و در این جزیره زندگی کنم. روزی بعد چرخبال منتظر بود تا جزیره‌های مختلف را نشانمان دهد. بر فراز درخت‌های نخلستان سبز به پرواز در آمدیم. روی دریای آبرنگ جزیره‌ها را یک یک تماشا کردیم. در هر جزیره توقف کوتاه کردیم. اوقات خوش را گذراندیم. می‌دانستم توان خرید این جزیره‌ها را ندارم. از بنگاهدار پرسیدیم آیا جزیره‌های دیگری دارد که ما آن را ندیده‌ایم؟ او گفت بله. یک جزیره دیگر هم هست، یک جواهر کوچک اسمش نکر است. او گفت که صاحب این جزیره یک مرد انگلیس است که هرگز به این جزیره نآمده است. جزیره که با دیگر جزیره ها چندین میل فاصله داشت و به دو لحاظ خوب به نظر می رسید. اولا که برای دیدن آن باید به چرخبال مسیر را طی می کردیم و طی این فاصله از صحنه ها و منظرهای زیبا بازدید می نمودیم. دیگر آن که در جزیره ساختمان ساخته نشده بود. ما قصد خرید جزیره نداشتیم چون هنوز توان مالی آن را نداشتیم. ویرجین موزیک هال و روزی خوب داشت و هر یک از گروه‌هایی که با آنها قرارداد امضا کرده بودند می توانستند کارشان را به خوبی انجام دهند. بنابراین ایده خرید یک جزیره را در دراز مدت منتفی نمی دانستم. اما حالا هیجان زده شده بودم و خواهان مکان خود در بهشت بودم. هدف دیگر هم داشتم. روی دریا با آبی زلال و آبی به پرواز در آمدیم. قبل از اینکه روی یک ساحل نشینی به زمین بنشینیم، صحنه را دیدم که مرا به یاد صحنه کلاسیک در کتاب رابینزون کروزو انداخت که در میان جزیره تپه سبز دیده میشد که از آن بالا رفتیم. منظره اطراف از بالای تپه ارزشی بالا رفتن از آن را داشت. می توانستیم به هر طرف نگاه کنیم. چیزی نبود، تنها ما بودیم و دریای آبی. مسئول بنگاه خرید و فروش معاملات املاک به ما گفت که سنگ‌پشت‌ها در حاشیه ساحل تخم گذاری می‌کنند. در میانه جزیره دو دریاچه کوچک آب نمک بود که اطراف آن را چندین مساحت جنگل‌های استوایی فرا گرفته بود. در حالی که نگاه می‌کردیم، گروه از طوطی‌های سیاه رنگ از بالای سرمان عبور کردند. ویلاهای بزرگ وجودی بیگانه نداشتند. نشانه از کسی که ساکن جزیره باشد به چشم نمی‌خورد. یک جزیره واقعاً متروک بود. آنجا ایستادیم و به دریا چشم دوختیم. من سلطانی همه آن چیزهایی بودم که می دیدم. در همان لحظه عاشقی نکر شدم.
مأمور بنگاه معاملات املاک به ما اطلاع داد آب نوشیدنی در جزیره وجود ندارد. گفت اگر جزیره را بخریم باید آب نوشاکی را از دریا تهیه کنیم. با خود گفتم چه خوب، حتما نمیتوانند مبلغی زیادی بابت اینجا طلب کنند. جزیره خالی که نه آب دارد و نه خانه. از او قیمت جزیره را سوال کردم و او جواب داد 3 میلیون پوند. بسیار گرانتر از حدی بود که بتوانم بپردازم. گفتم من میتوانم 150,000 پوند بپردازم. من کمتر از 5% قیمت فروش پیشنهادی را پیشنهاد کرده بودم. جدی حرف می زدم اما مأمور بنگاه خوشش نآمد. او تکرار کرد قیمت این جزیره 3 میلیون پوند است و لبخند از لبانش محو شد. گفتم آخرین قیمتی که می توانم بپردازم 200,000 پوند است. از تپه سرازیر شده سوار چرخبال شدیم و به ویلا پرواز کردیم. چمدانهایمان را پشت دری اتاقمان بیرون گذاشته و ما را از اتاقمان بیرون انداخته بودند. شب را در اتاق با صبحانه در دهکده به سر بردیم و روزی بعد آنجا را ترک کردیم. ما خود را همچون آدم و حوا حس می کردیم که از بهشت رانده شده بودند. بقیه تعطیلاتمان را در جزیره دیگر گذراندیم. صاحب بنگاه تصور کرده بود ما ثروتمندیم. هواپیمای ما باید از پوئرتو ریکو پرواز میکرد، اما وقتی به فرودگاه رسیدیم پرواز لغو شده بود. مسافران سرگردان از سمت به سمت دیگر میرفتند. هیچ کس کوشش نکرد که کاری کند. کسی باید کاری میکرد. گرچند که من نمیدانستم که چی کار کرده ایستاده‌ام، تصمیم گرفتم هواپیما را با $2,000 به اجاره گرفتم. بعد این پول را به تعداد مسافران تقسیم کردم. به هر کس $39 افتاد. من اینچنین تخته اعلام را قرض گرفتم و بالای آن نوشتم شرکت هواپیمایی ویرجین ایرویز سفر به پوئرتو ریکو نفر $39. در یک لحظه همه بلیط ها را مسافران خریدند و من 2 بلیط رایگان رسید و حتی کمی هم فایده کردم. ایده شرکت هواپیمای ویرجین ایرویز متولد شده بود. آن هم زمانی که به رخصتی رفته بودم، اما شرکت هواپیمایی واقعی چند سال بعد دایر شد. قبلا هرگز هواپیما را اجاره نگرفته بودم، اما توانستم برای این کار از فرصت استفاده کنم. امروز شرکت هواپیمای ویرجین ایرویز به 300 نقطه در تمام دنیا پرواز می‌کند. ما در حال حاضر شرکت‌های ویرجین اتلانتیک و ویرجین بلو را در استرالیا، ویرجین اکسپرس در اروپا و 2 شرکت ویرجین نیگریا و ویرجین امریکا را داریم که فعال هستند. ما به مراتب به فراسوی آنچه در رویا می‌دیدیم رسیدیم. تا چند دیگر ویرجین گالاکتیک مسافران را به فضا خواهد برد. هیچ کسی دیگر این کار را نمی کند. ما از دیگر همراهانمان پیشتر حرکت میکنیم. در عرض 24 سال از اجرای یک هواپیما به سفری فضایی رسیدیم. وقتی که ما به جوان به لندن برگشتم، هنوز در اندیشه خرید جزیره نکر بودم. پس از کمی تحقیق و پرسجو فهمیدم مالک جزیره نکر ثروتمند است، اما هرگز به جزیرش پا نگذاشته و به همین دلیل هم هرگز آنجا ساختمان سازی نکرده بود. بعد در ضمن متوجه شدم میخواهد جزیره را خیلی فوری بفروشد. او به 200,000 پوند پول احتیاج داشت تا در لندن خانه بسازد و این همان مبلغی بود که به بنگاه معاملات املاک پیشنهاد کرده بودم. حالا مسئله من فقط این بود که 200,000 پوند را نداشتم. باید از کسی قرض میگرفتم. من پیشنهاد 175,000 پوند را دادم که آن را هم نداشتم. وقتی مالک پیشنهاد مرا نپذیرفت، من از فکر خرید جزیره دست کشیدم و مشغول کار شدم. 3 ماه بعد مالک جزیره به من زنگ زد و پیشنهاد 180,000 پوند کرد. به من گفته شد به عنوان بخشی از قرارداد باید در جزیره خانه بسازم و تأثیراتی برای تأمین آب نوشاکی برپا کنم. خراجات این کار زیاد بود، اما من نظری مثبت داشتم. می توانستم این پول را جای پیدا کنم. از این رو قرارداد را امضا کردم. مبلغی از بانک و مبلغی از دوستان و خانواده هایم وام گرفتم. این همه قرض و قرضگردانیدن وحشتناک بود، اما به من انگیزه می داد. به خود وعده دادم که به اندازه کافی پول به دست می آورم تا همه قرضهایم را بپردازم و در ضمن در جزیره خانه مورد نظر را بسازم.
و تأسیسات تهیه آب نوشاکی کسب کنم و همین اتفاق هم افتاد. مؤسسه هایی که برای تأمین خزینه های نکر دایر کردم هنوز به من سود می دهد. به همین دلیل است که توصیه می کنم از زندگی لذت ببرید و بدانید پولی موردی نظر به دستتان می رسد. امروز نکر مکان دوست داشتنی است که همه دوستان و بستگانم در آن گرد می آیند تا استراحت و تفریح کنند. آخرین بخشای سریالی تلویزیونی میلیاردری سرکش در این جزیره فیلم برداری شد. کامera منظری زیبای دریا را از روی تراس به نوار گرفته به نمایش گذاشته است. زیبایی مساحی سفید و درختان نخلستان صحنه‌های بی‌نهایت زیبا خلق می‌کنند. اینها همون صحنه‌هایی هستند که من و جان سالهای قبل از بالای تپه‌ای سرسبز تماشا کرده بودیم. من کارم را با امضای قرارداد با گروه‌های موسیقی در یامایکا شروع کردم و از کار و فعالیت‌های هواپیمایی سر درآوردم و صاحب یک جزیره شدم. البته کار همیشه ساده نبود، اما وقتی هدف داشته باشید، وقتی به جنبه‌های مثبت زندگی نگاه کنید، چیزی پیدا می‌کنید که در جهت آن کشیده شوید. کار زیاد و داشتن تفریح موضوعهای زندگی هستند. وقتی دیگر کار لذت بخش نیست، به نظر من زمان آن رسیده که آن را رها کنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که ناخشنود باشه. با استرس از خواب بیدار شدن و حال ناخوشایند داشتن راه مناسب برای زندگی کردن نیست. من این را چند سال قبل در ارتباط با نزدیکترین دوستم نیک پاول متوجه شدم. نیک از همون روزهای نخستین شکلگیری ویرجین با من بود. من ایده می دادم و نیک کارهای دفترداری و حسابداری را انجام می داد و به جریان پول در شرکت ما نظارت داشت. وظیفه اصلی او اداره فروشگاه‌های صفحه فروشی بود و به لطف او این فروشگاه‌ها عملکرد خوب داشتند. وقتی راه اندازی شرکت هواپیمایی را شروع کردیم، می‌خواستیم شرکت بهترین شرکت باشد. ما میلیون‌ها پوند پول صرف این شرکت کردیم، اما رقیب عمده و اصلی ما شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز سعی کرد ما را متوقف کند. وقتی در جنگ میانمان مغلوب شد، ما با پول بیشتر و باز هم بیشتر احتیاج داشتیم. به نظر می رسد هر اندازه در آن پول می ریزیم کافی نیست. ویرجین موزیک ثروتمند بود، اما شرکت هواپیمایی به نظر می رسید که همه پولها را می فشرد. نیک مایل نبود این همه ریسک کند و از این کار لذت نمی برد. وقتی مادرم آن 4 پوند را به من داد تا مجله استودنت را راه اندازی کنم، به من گفت باید پول را برای پول سرمایه گذاری کنی. وقتی نیک نگران شد که پولی ویرجین موزیک را از دست بدهیم، هر دو به این نتیجه رسیدیم که زمان جدا شدن او از من فرا رسیده است. من سهم او در ویرجین را از او خریدم و بر راه خود رفتم. این همان کاری بود که در کار تهیه و پرورش درخت کریسمس با آن روبرو شدم. وقتی به لطف خرگوش‌ها کار پرورش درخت با مشکلی روبرو شد، در مورد شرکت هواپیمایی ویرجین حساب کردم که چی مبلغ ریسک میکنم و معلوم شد کمتر از 1/3 سود حاصل از ویرجین موزیک است. به نظرم داشتن شرکتی هواپیمایی تفریحی است و نتیجه های بالقوه که به شکل سود می توانست داشته باشد به زحمت آن می ارزید. نیک در شروع عاشق تهیه فیلم بود. او مبلغی که از فروش سهمیه های ویرجین به دست آورده بود صرف شرکتی پلیس پیکچرز کرد و در نهایت هم فیلم های بزرگ ساخت. فیلم های مانندی شرکتی گورکا، The Company of Wolves، مونالیزا، بازی گریه که برنده جایزه اسکار شد. او هنوز هم در حرفه تهیه فیلم است. هنوز از کارش لذت می برد و ما هنوز دوست هستیم. بعد از مدت تلاش شرکت هواپیمای ویرجین سودآور شد. اگر نیک در ویرجین مانده بود احتمالاً پول بیشتری به دست می آورد، اما شاد نمی بود. اگر وقتی کارمان تفریح و لذت بخشیش را از دست داد، بازم به اتفاق کار می کردیم. احتمالاً دوستیمان را از دست می دادیم. او تصمیم گرفت. به همین دلیل است که می گویم همیشه برای پول فکر نکنید. موفقیت حقیقی
خوشبختی و قناعتمندی هیچگاه نخواهد آمد. وقتی که هدف یگانه شما از پی پول و درآمد رفتن است، هیچ وقت برای پول کار نکنید. صمیمانه کار کنید. پول خودش می آید. بخت با من یار بوده است. ویرجین حالا پولی فراوان در اختیار دارد. دیگران میگویند باید آرام بگیرم. میتوانم بازنشسته شوم، اما از آنها میپرسم بازنشسته شوم که چیکار کنم؟ در جوابم میگویند نقاشی با آبرنگ کن، گلف بازی کن، تفریح کن. اما من حالا تفریح میکنم. تفریح من بخشی از کاری من است. تفریح از همون آغاز کلید هر کاری بوده که انجام دادم و دلیل نمیبینم آن را تغییر دهم. همین ما لزوماً پولی کافی نداریم که تجارت را راه اندازی کنیم و ممکن است از بخت و اقبال بلند هم برخوردار نباشیم. ممکن است شانس وجود نداشته باشد. گاه از این که بتواند شغل داشته باشد خوشحاله. مهم نیست چی شغله، هر شغل، بنابراین هر کاری را که از شما ساخته است انجام دهید. ممکن است از کارتان خوشتان نآید، اما سعی کنید از جنبه‌های خوشایند آن بهره برداری کنید. آیا انجام کاری که از آن خوشتان نمی آید تفریحی است؟ من از شما میپرسم آیا مجبورید کاری ناپسندی انجام دهید؟ آیا این شغلی که از آن متنفر تنها کاری است که میتوانید انجام دهید؟ شما هر کی باشید گزینه‌های مختلف دارید. به اطراف خود نگاه کنید، دیگر چی کارهایی میتوانید انجام دهید. همه میدانند که من به دشواری از کامپیوتر استفاده میکنم، اما از پیشرفت تکنولوژی استقبال میکنم. مهم نیست پیشرفت و تکنولوژی از کجا میآیند. ویرجین از سایت اینترنتی برای تبلیغ نرخ‌هایمان استفاده میکند. ما از اینترنت برای تبلیغ محصولات‌های مختلف استفاده میکنیم. از کتاب گرفته تا بلیط هواپیما، نوارهای موسیقی و غیرها. اگر ویرجین فروشنده باشد، مردم میتوانند با فشار دادن یک تکمه روی کامپیوتر خود به آنچه میخواهند برسند. دنیای .com وب درهای جدیدی متعدد را برای کاربران گشوده است. در اینترنت میتوانید فرصت‌های شغلی فراوان پیدا کنید. اینترنت زندگی بسیاری از مردم را تغییر داده است. گوگل، یوتیوب را متخصصان کامپیوتر بدون سرمایه یا در نهایت سرمایه اندک ساختند. بسیاری از آنها با یک ایده خوب شروع کردند. کارشان را از گرژی منزلشان شروع کردند و حتی کسانی که تجربه زیاد ندارند هم میتوانند با کامپیوتر کار کنند. میتوانند با کمک اینترنت فروش کنند. متفاوت بودن جالب است. نیازی نیست در بازاری پر ازدحام رقابت فعالیت کنید. هر کسی میتواند از خانه خودش شروع کند و تجارت را راه اندازی کند. میتواند شیشه ها و پنجره ها را بشوید. میتواند لباس های مردم را دستمال کنید. میتواند یک هنرمند یا نویسنده شوید. میتواند باغبانی کنید و میتواند لختک بسازید و آن را بفروشید. حتی ملکه الیزابت II سبزوادهای زراعتی باغ خود را از طریق اینترنت به فروش میرساند. انیتا رادیک در آشپزخانه‌اش در برایتون کرم برای پوست استحصال کرد. حالا فروشگاه‌های لوازم بهداشتی او در تمام دنیا فعال هستند. میتوانید مانند پال نیومن قطی‌ها برای سالاد در گرژ خانه‌تان تولید کنید. پال نیومن این کار را به طور تفریحی شروع کرد و حالا شرکتی بزرگ دایر شده است. او هم از سود این شرکت را به مؤسسات خیریه می‌دهد. او تا کنون $150 میلیون پول به مؤسسات خیریه داده است. البته قبول دارم که پال نیومن مشکلی در زمینه تهیه پول برای شروع یک فعالیت تجارتی نداشت. اما انیتا رادیک در شروع کارش پولی اندک داشت. بنابراین قاعده و قانون وجود ندارد. کارهای متعدد وجود دارد که نمیتواند در خانه انجام دهد و از آن کسب درآمد کند. در خانه کار کردن تفریح هم هست. میتواند به شغل مبدل شود که از آن لذتی واقعی ببرد. اگر هنوز مجبورید برای رئیس کار کنید که او را دوست نمی‌دارید، شرایطی که دامنگیری بسیاری از مردم است، اعتراض نکنید. به زندگی با دلی مثبت نگاه کنید و با آن کنار بیایید. سخت‌کوش و پرتلاش باشید.
کسب درآمد کنید، با دیگران دوستی کنید، از کسانی که در اثر رابطه کاری با آنها آشنا می شوید لذت ببرید و اگر نخواستید تصمیم بگیرید زندگی خصوصی خود را از زندگی کاریتان جدا کنید و از اوقات شخصی خود لذت ببرید. به این توجه کنید که رئیس یا شرکت شما برای خوش بودن شما به شما حقوق می دهد. می توانید احساس شادی بیشتری داشته باشید. می توانید از زندگی و شغل خود لذتی بیشتری ببرید.